راستی گلادیا تو ما را دیدی قورت ددی گلابیا تو خیلی بدا پسر جون، حتی سگم صاحبشو فراموش نمیکنه. زدی زیر رفیقت که اسم گروشو برداری، مجاهد ببندی اسم آدم فروشو برداری. همون موقع که میگفتن کارات خفنه میرفتی بالا پشت موشرای سروشو برداری. کفی شهرم اینا رو خوندم تا کورتو بکرم، نه از خونه جوونا بخونم پولشو ببرم. تو رو فقط سر بلیت میشناسن، دنقه چاقالی کسی نمیخواد خوبه تو زرم. چه خبر از رسانتون 1500 چی شد تو روش در اومده عوامو گوزد. فیس معترضا رو داد توی خیابون، تشم با توییت خدافزی خرابتون کرد. تو که خونه ملتو میخوری هر روز هفته، فن تعصبیت میگه 88 از اون خنده لکنتون اون کلیپ آخرت معلومه چجوری کشته ها رو یادت درفته. پوری شرفتو برد مهدیار جیبتون رو زد، سگ صاحب نشتا صاف جیبتو بگم. بابا شما چاقالا چجوری تو ملتفتی وقتی اون که خودش گروه ساخت سیجتون رو زد. شناختن همون روزای آخر تو رو نظام فرستاده تو رو بزرگ آخر و رو رمتی انگ گذاشتی اطلاعاتی، بعدم سروش و مجاهد کردی ما رو موزه کافر. انقدر نرید این ور نشینید کامنت نذارید ملتفت بابا جون. ملتفت بدون سروش هیچکس حقیقتا دیگه چه کسچریه. تو سال 89 این گلادیاتور ریغوتون میرفت یه گروه میزد اسمشو میذاش ملتفت. ببینم اون موقع سگ ملتفتو گوش میداد. علیقاف سیکتیرتون زده شاپور اومده جاش. قطعش کن بابا جون بیستامو.